آقا من زشتم. چه حرفیه؟ نه جدیه، قراری خواهش میکنم هم اول بحث بیذاریم. وجدانن، مردونه، ناموسن، هرچی تو دلت بود بگو. یعنی نمیخواد یه چی بگی من مثلا بخندم یا ناراحت، هرچی واقعیتش هست بگو. نه خیلی من زشتم؟ نه کجاشون زشته؟ بد قیافه هستم؟ نه این بد بوام؟ نه چه بد دهنم؟ نگی جنده شاورم؟ نگی کثافت هستم؟ نه چرا این حرفا رو میزنی؟ آقای مجری چرا این تنهایی ما رو ول نمیکنه؟ تنهایی شما رو ول نمیکنه؟ چرا خودتون میخواین تنها باشین؟ پیش 10 تا تراپیستم رفتم، همه حرفو زدم، اونا هم همین جوابو دادن. خودم غلط بکنم به قبر پدرم بخندم.